الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 39 از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد و در این حلقه 39 ما باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرط سوم لا اله الا الله صدق دارد با شما صحبت خواهیم کرد. و پیش از این به شما بیان می نماییم که در حلقه های گذشته ما به شما نمودهای صدق را بیان نمودیم که صدق قولی قلبی، صدق قولی لسانی ظاهر و صدق عملی قلبی باطن و صدق عملی ظاهر وجود دارد و از درون این اساسش و رکنش این صدق قولی قلبی هست. بارک الله فیکم. و همه این صدق به همه رکنهای لا اله الا الله داخل می شود. همه رکنهای لا اله الا الله که مثلا سخن قلب، سخن عمل قلب، سخن زبان، عمل زبان، عمل جوارح هست، به همه اش صدق البته داخل می شود. و این چین به شما مدخل الصدق و مخرج الصدق، لسان الصدق، قدم الصدق، مقعد الصدق، همه این جمله ها را بیان نمودیم. بارک الله فیکم. و اما در این حلقه باشد اولا مسئله این که فرق بین صدق و بین تصدیق و کدام از این دو، یعنی صدق و تصدیق، کدام از این دو مقصود در شروط لا اله الا الله هست، یعنی کدامش مقصد ما در شرط لا اله الا الله هست، صدق یا تصدیق. البته صحبت خواهیم کرد. اولا تصدیق باید بدونید که بر وزن تفعیل است. پس این تصدیق برای نسبت است، یعنی صدق نسبتی کسی دیگر، نسبت غیر. به زبان عربی میگن ای نسبت صدق للغیر، نسبت صدق بر غیر. تصدیق یعنی صدق را نشان دادن به یک کسی دیگر، صدق تصدیق کردنی خبری آمده از کس. مثلا فهو نسبت الصدق لقائله، یعنی تصدیق این نسبت دادن صدق به یک گوینده، یک کسی سخن کننده را، یک کسی خبر آورنده را وقتی که تصدیق میکنید میگید که همین صادق است، همین را صدق میکنید، این را تصدیق گفته میشود. تصدیق یعنی کسی دیگر را صدق کردن، یعنی تصدیق کردن. این کلمه تصدیق را میفهمند. اما کلمه صدق هو ان یکون نفس المتکلم. علما میگن صدق این خود انسان، خود سخن کننده است. یعنی ببینید تصدیق به یک کسی دیگر استفاده برده میشد. مثلا من یک انسان را، سخنش را یا خبرش را صدق میکنم، یعنی تصدیق میکنم. اما وقتی که خودم را تصدیق میکنم صدق هستین. قلب خودم را وقتی که من صادق بودنم را یقین میکنم و خود را صادق میکنم، این صدق است. صدق و تصدیق همین فرق دارد. تصدیق به یک کسی دیگر، صدق به خود انسان، یعنی خودش گوینده سخن، این صدق. بارک الله فیکم. صدق چیست؟ صدق یعنی کلام انسان، سخن انسان، شهادت انسان، صادق بودنش را صدق میگند. سخن انسان و شهادت انسان مطابق به حقیقت بودن و درون انسان به بیرون انسان و زبان انسان به دل انسان مطابق آمدن و درست و موافق آمدن را صدق میگند. پس تصدیق متعلق به ایمان که به مانند تصدیق کردن رسول الله است.
تصدیق متعلق به ایمان تصدیق کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی ایمان می آورید و تصدیق میکنید که رسول الله صلی الله علیه وسلم حق است. و انمین مسئله است که به همین چیز یک انسان کافر مسلمان میشد. یعنی یک انسان کافر وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسول بودنش را تصدیق میکند و همه چیزی خبرداده رسول الله را تصدیق میکند، این کافر باشد مسلمان میشود. اما صدق این است که نفس خود را، ایمان خود را، توحید خود را تصدیق بکنید، به خود تصدیق بکنید، صادق در ایمان و توحید باشید. و ایمان و توحید نه فقط با زبان بلکه در قلب هم وجود داشته باشد، نه فقط با یک مجرد نطق کردن با زبان، بلکه صادق بودن در رغبت، در محبت، در قبول، در رضا، در انقیاد، در عمل. پس این صدق است. بارک الله فیکم. اما کدام از این دو، از تصدیق و صدق، کدام از این هر دوی این کدامش این متعلق به شرط لا اله الا الله است؟ البته صدق. مقصود ما در شرط لا اله الا الله این صدق است، یعنی صادق بودن در ایمان، صادق بودن در توحید، صادق بودن در شهادت، صادق بودن در باطن و در ظاهر و موافق بودن زبان با دل و دل با زبان. انمین مقصد شرط لا اله الا الله، انمین صدق است. گرچنده که شرط صدق این چونین در درونش تصدیق را هم دارد. یعنی صدق تنها خودش خالی نیست، بلکه صدق در برگیرنده معنای ضمناً معنای تصدیق را دارد. هیچ کسی گفته نمیتواند که صدق، وقتی که ما میگیم صدق، تصدیق وجود ندارد. نه، البته اصلی شرط لا اله الا الله این صدق است، اما تصدیق در درونش وجود دارد. به تصدیق صدق به وجود هم نمیاد. اما باید بدانید که تصدیق این مرادفش قبول است. بارک الله فیکم. تصدیق کردن غیر، قبول کردن غیر. بارک الله فیکم. و این بود معنای تصدیق و صدق. یک نکته لطیفی را به شما ذکر می‌نیم، چه خیلی علما ذکر کردن، معنای حدیثی یصدق لسانه قلبه و قلبه لسانه. یعنی زبان قلبش را تصدیق میکند و قلب زبانش را. معنای حدیث چیست؟ البته ما این حدیث را چندین بار به شما ذکر نمودیم و یک نکته لطیفه این است که تصدیق کردن زبان قلب را متعلق به تصدیق است. این حدیث متعلق به تصدیق است و این احتراز کفر عناد و کفر امتناع را خارج میکند. بارک الله فیکم. بمانند اینکه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، یعنی کسانی بودند که قلبشون تصدیق میکرد که اسلام صحیح است، اما زباناً و ظاهراً قلب خود را تصدیق نمیکردند. بمانند فرعون. و در این مسئله البته ما به شما صحبت میکنیم. فرعون قلباً میدانست که دینی که حضرت موسی علیه السلام و هارون آوردند علیهم السلام صحیح بود، اما ظاهراً جهد کردند. جحدوا بها. پس بارک الله فیکم، این تصدیق کردن زبان بود، اما تصدیق قلب به زبان، این مراد از این سخن این صدق است. ببینید این حدیث چگونه آمده است؟ این حدیث آمده است زبان قلب را تصدیق بکند و قلب زبان را. این هر دوی این جمله از هم دیگر فرق دارد. زبان قلب را تصدیق بکند، این تصدیق است. تصدیق. زبان قلب را تصدیق کردنش این تصدیق است. اما قلب زبان را تصدیق کردنش این صدق است. یک طرفش متعلق به کلمه تصدیق و یک طرف دیگری حدیث، آخر حدیث تصدیق کردن
صدق قلب نسبت زبان این صدق است. بارک الله فیکم. و این قیدی که یعنی تصدیق کردن قلب زبان رو مراد از این چخیلی گفتیم صدق است و این قیدی که نفاق رو از انسان جدا میکند و انمین اصل است و اصلی شرط لا اله الا الله انمین است. بارک الله فیکم. پس به شما مسئله دیگری را بیان می نماییم. برادران و خواهران موحدم بارک الله فیکم، باید شما دانید که مردم در صدق و در توحید حالتهای گوناگون دارند. این موضوع را علما به زبان عربی گفتند احوال الناس، حالتهای مردم مع الصدق فی التوحید، با همراهی صدق در توحید، یعنی صدق توحید. حالتهای مردم چگونه است؟ چندین حالتها را علما ذکر میکنند. اولا میگند من صدق بكلمة التوحید قولا وعملا واعتقادا باطنا وظاهرا وهذا حال اهل الايمان والاسلام. اولا حال اهل ایمان و اهل اسلام را ذکر میکنند. حال اهل ایمان و اهل اسلام و مؤمنان چگونه حال است در مسئله صدق؟ اینها کسانی هستند که کلمه توحید را صادقانه گفتند، از صدق کلمه توحید را گفتند، قولا و عملا و اعتقادا و درونا و بیرونا ظاهرا باطنا، از همه جهت اینها صدق دارند، خواه درونی خواه بیرونی، خواه سخنی خواه عملی. اینها اهل ایمان و اسلامند و من و شما باید از همین جمله ها باشیم و از الله رب العزت و الجلال دعا می نماییم تو اللهی، تو احدی، تو سمدی، تو حی القیومی، منانی، اول استی و آخر استی، ظاهر استی و باطن استی، یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض. وفقنا الصدق واجعلنا من الصادقين واجعلنا من اهل الايمان یا رب العالمین. و قسم دوم، کسانی که با باطنشان یعنی با درونشان تصدیق کردند اما ظاهرا تکذیب کردند. ببینید دومین قسم انسان ها، احوال مردم در مسئله صدق در توحید این است که قسم دوم این چنین مردم هستند که با دلشان باطنا درونن کلمه توحید را تصدیق کردند اما ظاهرشان کلمه توحید را تکذیب کرده است، دروغ شمارده است و ضد کلمه توحید برخواسته است. با زبانش، با ظاهرش و با عملش، با جسمش ضد کلمه توحید کرده است، گرچنده که دلش صدق دارد. و این را علما میگن انمین کفر عناد و کفر جحود یا که کفر جهد میگن. انمین کفر عناد و کفر جهد است. ببینید بعضی انسان ها هست که در قلبش ایمان یا که بگویم صدق وجود دارد، البته قلبا ایمان دارد، در قلبش ایمان دارد و در قلبش صدق دارد، باطنش صدق است، ایمان است، اما ظاهرا ضد باطن هست، ظاهرش، عملش، سخن ظاهریش ضد کلمه توحید و ضد باطنش است، تکذیب است، دروغ میشمارد توحید را. این انسان کافر است و کفرش، مناط کفرش، سبب کفرش کفر عناد است، کفر سرکشی است، کفر جهد است، کفر رد دین است. و انمین کفر فرعون و کفر یهود و قریش بود. یعنی فرعون چگونه انسان بود؟ سبب کفرش چگونه بود؟ کفر عناد بود، کفر سرکشی بود، کفر رد دین بود، جهد دین بود. چخیلی که بیان کردیم فرعون به قلبش صدق داشت، قلباً باطناً ایمان داشت که باوری داشت که حضرت موسی و هارون در حقیقت پیامبران از جانب الله هستند و الله یگانه است، وجود دارد و میدونست که خودش، گرچنده که خود را انا ربکم الاعلی میگفت، من رب شمایم، رب بزرگ شما میگفت، میدونست که یک انسان بیش نیست، اما با وجود این که باطناً میدونست ظاهراً سرکشی کرد،
دینی حقی که از جانب الله به واسطه موسی و هارون آمده بود رد کرد، جهد کرد و کافر شد و کفرش کفر عناد و جهد است. و امروز کسانی که همچنین هستند، ما میگن ما الحمدلله دلمان پاک است، دلمان ایمان دارد، دلمان صدق دارد، ما صادق هستیم، راستین هستیم، اما وقتی که می نگریم که زبانش ضد توحید است، عملش مخالف ضد توحید است، دروغ می شمارد توحید را و سنت رسول الله، این کافر است و کفرش کفر عناد و جهد است. و کفر یهود هم همچنین کفر بود. یهود هم با قلبشون باطنا می دانستند که دین از جانب الله آمده است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را می دانستند که حق است، برای آن که حدیث های زیادی آمده است و حتی خود قرآن بیان میکند که اونها می دانستند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم محمد صلی الله علیه و سلم حق است. با وجود این از سبب سرکشی، عناد، جهد میکردند، رد میکردند و کبرشان نمیگذاشت. و این چنین قریش مکه، مشرکان مکه میدانستند که محمد صلی الله علیه و سلم هیچ مشکلی ندارد، محمد صلی الله علیه و سلم حق را میگوید، میداند که کلمه توحید، میدانستند کلمه توحید این حقیقت است، اما رد میکردند به خاطر دنیا و چیزی دیگر و کفرشان کفر عناد و سرکشی و جهد بود. و به این سخن ما دلالت میکند قول الله رب العزة والجلال از سوره انعام آیه 33 که الله سبحانه و تعالی میگوید فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ای محمد صلی الله علیه و سلم، پس هر آینه، یعنی البته این کافران و مشرکان تو را دروغ نمی شمارند. ببینید محل شاهد کجاست. یعنی کافران و مشرکان قریشی ها پیامبر را دروغ نمی شماریدند، بلکه آنها ظالمان هستند که به آیت های الله جهد می کنند، یعنی آیت های الله را رد می کنند. یعنی مشرکان کسانی بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را به قلبهایشان دروغ نمی شماردند. حتی ابو جهل می گفت که والله محمد حق می گوید. همه اینها باوری داشتند، اما چرا قبول نکردند؟ چرا که آنها سرکشی کردند، کبر کردند و رد کردند، جهد کردند، دیده و دانسته رد کردند. و این خبر الله است از مشرکین. و این چنین در آیت دیگر آمده است، الله میگوید وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ببینید وجحدوا بها یعنی اونها جهد کردند، اونها دیده و دانسته این حق را رد کردند، سرکشی کردند. سبحان الله. و حتی الله رب العزة والجلال گفت در سوره اسراء آیه 102 قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. به تحقیق من میدانم که این چیزهایی که نازل شده است همه‌اش از جانب الله است، نیست مگرم از جانب الله. اللهی که رب آسمان ها و زمین است. و من میپندارم که ای فرعون تو مثبور هستی. پس یعنی دیده و دانسته رد میکنی. این چنین سخن ابو جهل در حق رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و عدم اسلامش، اسلام نآوردنش و دروغ شماریدن، تکذیب کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم از جانب ابو جهل، این همش از حسد بود. حسد از نفسش، از کبر، از کبرش، از حسدش بود. و این چنین یهود چخیلی که بیان کردیم تصدیق میکردن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، مصدق بودند باطنا، اما ظاهرا تکذیب میکردند. سبحان الله. این قسمی چخیلی که بیان کردیم دومی انسان های هست که باطنا میداند که توحید این صدق است،
باطنا مصدق دین است و شریعت و توحید است، اما ظاهرا تکذیب میکرد که البته این کافر است. کفرش کفر عناد و کفر جهد است. و سومین نمود مردم، اینها کسانی هستند که من هو مکذب بها فی باطنه و ظاهره، انسان هایی که هر اون کسی که دین را، شریعت را، توحید را باطنا و ظاهرا تکذیب می کند، دروغ می شمارد. و این حالی کفری کسانی که باز می گردد به جهل، یعنی حال اکثری کافران جاهل و کافرانی که شک زده و اونها شکاک بودند و حالی عامه کافرانی که مقلد به یگان پادشاهش و رئیسش بود، یا که حالی عامه کافرانی که به اونها تبلیغ و دعوت نرسیده بود، یا که رسیده بود و خطا رسیده بود، یا که کمی رسیده بود. حال اکثر اونها همین طور است که ظاهرا و باطنا اونها دروغ میشمارند، به مانند حال اکثر کافرایی که امروز ما میبینیم. این سومین نمودی انسان ها نسبت صدق بر توحید، یعنی این کافران از سبب جهل، از سبب شک و شبهه‌ای که دارد، به مانند نصارا، به مانند دیگر انسان ها ملحدان، از سبب جهل و شکش هم ظاهرا و هم باطنا دروغ میشمارد توحید را. و چهارمین قسم مردم، حال مردم نسبت صدق بر توحید این است که باطنا دروغ میشمارد اما ظاهرا تصدیق میکند، با زبانش و با عملش تصدیق میکند. سبحان الله. یعنی این کیها هستند؟ منافقین هستند. آنانی که منافقینی که اسلام را ظاهر میکنند، اسلام را نشان میدهند، ایمان را نشان میدهند، اسلام را نشان میدهند، اما باطنشان کفر است. خیلی که علما میگند یظهرون الاسلام و یبطنون الکفر، اسلام را ظاهر میکنند و کفر را باطنا نگه میدارند. منافقین کسانی هستند که نسبت کلمه توحید صدقشان ظاهرا است اما باطنشان کذب است. سبحان الله. پس بدانید که منافق دو حالت دارد. علما میگن برای منافق دو حالت است. حالت اول منافقینه که تکذیبش باطنی باشد و تکذیب باطنیش، دروغ شماری باطنیش، درونیش از ادب، از نبودن اقتناع نشدن به دلیل، یا که نفهمیدن قرآن و سنت، یا که آشکار نشدن حق، یا که از سبب حاصل شدن شک و شبهه و ریب است. این حالت اولی منافقین. سبب پیدایش نفاقش همین چیز است، سبب اقتناع نشدن، یا که آشکار نشدن حق، یا که حاصل شدن شک و شبهه. دومین نمود منافق سبب نفاقش این کفر، سبب کفرش البته حسدن. سبحان الله. این با بدترین منافق است، یعنی منافق هم بدترینش هم هست. منافقی که از سبب شک منافق است، از سبب قانع نشدن، از سبب آشکار نشدن حق منافق شده است، اما منافقی که کفرش و تکذیبش از حسد است و از بغض است و از سبب قبول نکردن است، از عدم قبول است و از غیر این، با سبب‌های گوناگونی که نفاق به وجود آمده است. تصدیق وجود دارد اما تصدیقش تصدیق ظاهری است، یا که تصدیق باطنی قلبی هم دارد. ببینید سبحان الله، باطنا هم تصدیق دارد، یعنی قلبش میگوید که البته حق است، دین رسول الله حق است، قرآن حق است، توحید حق است، الله یگانه است، اما از سبب حسد و از سبب بغض و از سبب دشمنی و عداوت قبول نمی کند و دروغ می شمارد. می داند که دین حق است، می داند که رسول حق صلی الله علیه وسلم، می داند که رسول الله حق را خبر دادند، صادق هستند، به قلبش و باطنش تصدیق می کند، لیکن دوست نمی دارد. همه این دین را بد می بیند و ایمان نمی آورد و انقیاد نمی کند. انقیاد یعنی پابرجا به عمل نمی سد، که البته شرط هفتم لا اله الا الله به شما شرح خواهم داد. و این حال پنجمینی مردم در مسئله صدق در توحید است، صدقشون نسبت توحید. و پنجمین حال مردم، پنجمین نمود مردم در مسئله صدق در توحید این است که
کسانی که به قلبشان تصدیق میکنند و به زبانشان تصدیق میکنند، اما همین تصدیق دل با دل کرده اشان و همین تصدیق با زبان کرده اشان را به عملشان تکذیب میکنند. سبحان الله. ببینید این بینیت فهمیدنش ضرور است. یعنی یک گروهی از مردم وجود دارد که به قلبش توحید را تصدیق میکند، دین را تصدیق میکند، رسول الله صلی الله علیه و آله را تصدیق میکند و ظاهرا با زبانش هم تصدیق دین میکند، تصدیق توحید میکند، اما وقتی که به عملش نظر کردیم میبینیم که عملش ضد باطنش یا که ضد زبانش هست، عملش ضد سخنش هست، یعنی دروغ میشمارد، عملش تکذیبی تصدیق کرده زبانش میکند. به مانند امروزه مرتدهایی که وجود دارد، اکثر مرتدها همچنین است، به قلبش هم تصدیق میکند، به زبانش هم میگد الحمدلله ما مؤمنیم، ما قبول میکنیم که الله یک و یگانه است، رسول الله صلی الله علیه و آله صادق المصدوق است میگوید، اما وقتی که به عملش نگاه میکنیم میگد که حجاب از ما نیست، حجاب باید کشیده شود، ریش این یک اعوذ بالله افلاسی است، یک چیزی دیگر و باید تراشیده شود، قانون قرآن و سنت این عقب ماندگی است و به ما لازم نیست. این به مانند بسیار حزب ها هست. ببینید یکی از خطاگی حزب ها گیجو است. تمام حزب ها کفرش در همین جاست، خواه اخوان المسلمین باشد، خواه حزب ترکیه باشد، یا خواه حزب نهضت اسلام تاجیکستان باشد، خواه دیگر حزبایی که خود را به اسلام نسبت میدهند، اینا ببینید به قلبشان تصدیق میکنند اسلام را، مسلمانند به قلب، زبانند میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حق بود، قرآن حق است، الله یک و یگانه است، همیشه به زبانشون سخن میکنند، اما وقتی که به عملشون نگاه میکنیم میبینیم که میگویند دموکراتیا انمین حق است، دموکرات انمین مسلمانی است، دین از دولت جدا است، سیاست وجود ندارد، اعوذ بالله زنا کردن جایز است، عرق خوردن جایز است، برای که دموکرات در این لیواتگری است، زناکاری است، اعوذ بالله همه چیز جایز است و اونها این چیز جایز میدانند، حلال میدانند. چخیلی که حزب ترکیه اسلامی که امروز یکی از اون مرتدها اردوغان رهبری میکند انمین است، برای لیواتگران خانه معین ساخته داده است، زنا جایز است، عرق جایز است، پرستین جایز است، تمامی محرمات الله جایز است، اما باز به زبانش خود را مسلمان میگد. باید دانید که اینها پنجمین نمود انسان ها حالشان با تصدیق توحید است، حالی اینها در تصدیق توحید، اینها مصدق توحید با قلب و زبانند، اما عملشان ضد است و به عمل مرتدند. و این به مانند همه پادشاه‌های مسلمانی که خود را مسلمان میگند، قلبا مسلمانند، زبانند الحمدلله ما شریعت داریم، ما دین داریم، قرآن داریم، رسول الله صلی الله علیه و آله را پیروی میکنیم، صادق مصدوق میگند، اما عملشان ضد قرآن و سنت است. تمام پادشاهان مسلمانی که ضد قرآن و سنت عمل میکنند اما با زبان و با قلب گویا که تصدیق کردند، البته اینها انا از همین قسمند و البته کفر اینها کفر ممتنع و معرض و متولی است. سبحان الله. یا که کفر اینها را به دیگر عباره گویم، خیلی که ابن القیم الجوزی میگن کفر ابا، کفر سرکشی، کفر امتناع، کفر بازداشتن خود از دین و کفر تولی، این هم پشتگرداندن از دین، و کفر اعراض میگویند. و این دهمین شکننده اسلام است که ما به شما شرح و تفصیل کرده بودیم. سبحان الله، سبحان الله. ببینید که آموزش توحید چقدر به من و شما بصیرت را می آرد، چقدر فهم را می آرد. امروز چقدر مرجعه ها تا امروز همین مسئله را نفهمیده تمام این کافران را ولی الامر میگند، تمام این مرتدان را ولی الامر میگند، میگند که به زبانش گفت لا اله الا الله، گفت که ما الحمدلله تصدیق میکنیم، حج رفت، گفت که رسول الله حقند، قرآن خوند، این کافر نیست. ما میگیم بله به زبانش تصدیق کرد، به قلبش هم شاید تصدیق بکند، اما عملش ضد است، عملش تکذیب کرد. و این قاعده اهل سنت و الجماعت است، این به فعلش کافر شد. و این کفرش، مناط کفرش، سبب کفرش ایبا، امتناع، تولی، اعراض است که البته از این مسئله مرجعه ها بینها دورند و علم اونها علم سطحی است. سبحان الله. بخصوص مرجعه های عصر حاضر، مدخلی ها،
که بیناد از این مسائل جاهلند و عقب ماندند. پس بارک الله فیکم. ببینید مشکلی این مردم از کجا است. اگر به این قاعده ها مردم را اندازید، بعد میفهمید که کی در کدام درجه است. و پنجمین نمود مردم این چنین مردمایی هستند که به قلبشان و به زبانشان تصدیق میکنند، اما به فعلشان تکذیب تصدیق کرده اشان را میکنند. تکذیب، دروغ میشمارند، همین تصدیق به زبان کرده و دل کرده را رد میکنند. این پنجمین گروه بود. ششمین گروه مردم حالشان، تصدیقشان در توحید، این کسانی هستند که اعتقاد میکنند که، البته هر کسی که اعتقاد میکند که این به ظاهرش و باطنش تصدیق کرده است، یعنی یک انسان اعتقاد میکند که هم ظاهرا هم باطنا مصدق است، تصدیق کرده است توحید را، دین را، ایمان را، اما در حالتی که این انسان مکذب بظاهری، ظاهرا وقتی که نظر میکنیم تکذیب کرده است، یعنی دروغ شمرده است، تصدیق نکرده است و به فعلش نشان داده است که البته این انسان مصدق نیست. این چگونه انسان است؟ و این حالی هر یک کسی که به نواقض الاسلام واقع می شود، به مانند استهزاء، در حالتی که خودش بیخبر است. استهزاء و مسخره و شوخی کردن دین یکی از مشاعر دینی. خودی استهزاء کننده و مسخره کننده نمیداند که این چیز کفر است، خودش نمیداند که کافر شده است، چخیلی که در این مسئله آیات آمده است: لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. پس نمیداند که این عمل استهزاءش، این دروغ شماریدن دین است، عملی است که این انسان را خارج از ملت اسلام میکند، اما این عمل را انجام میدهد در حالتی که خودش را گمان میکند که مصدق است، آدمی تصدیق کرده دین و توحید در ظاهرا و باطنا میکند، اما عملش را وقتی که مینگریم عملش خودش بیخبر است، این را کافر کرده است. و این چنین حالتی کسانی که حکم به قوانین غیر شرعی میکنند، حکم به غیر حکم الله و رسولش میکنند، اینها هم همچنین هستند. اونها گمان میکنند که ظاهرا و باطنا مصدق هستند، ظاهرا و باطنا صادق هستند، گمان میکنند که مسلمانند، اما وقتی که به عملشون می‌نگریم بیخبرند که حکم کردن به حکم غیر الله رب العزت و الجلال این کفر است و خارج از ملت اسلام میکند، کفر اکبر است. یا که کسی که مرده را دعا میکند یا در گرد مرده طواف میکند، یا که کسی که فکر میکند که طواف کردن و از مرده طلب کردن کفر نیست، یا که گمان میکند که این یک مسئله دینی است، همه این البته همه اش گمان میکند که به قلبش و به زبانش تصدیق کرده است، اما بیخبر بر این که اینها به نواقض الاسلام وارد شده است و مرتد و کافر است. پس این حالتی کسانی بود در مسئله صدق در توحید، یعنی کسانی که صدقشون نسبت توحید. انسانها رو ما به 6 گروه تقسیم کردیم و به شما بیان نمودیم. بارک الله فیکم. و از الله رب العزت و الجلال دعا میکنیم و طلب می نماییم که الله ما را از جمله صادقین ظاهرا و باطنا